بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت تمام دوستان عزیز. همونطور که خودتون میدونید این روزا که در واقع جنگ بود و کلی مسئله برای مملکتمون پیش اومده بود، متاسفانه یک عده به جای اینکه بیان همدلی ایجاد کنن بین مردم و این همدلی که ایجاد شده بعد از مدت‌ها به لطف حماقت این صهیونیست ها، این در واقع چوب خدا صدا نداره، همینه دیگه، سنت الهیه. از جایی میزنه که در واقع اونا فکرش هم نمی کنن، فکر میکنن دارن سود میکنن اما خبر ندارن که دارن با کله میرن تو چاه. المهم یه سری از افراد از جمله این آقایی که دارید میبینید و اساتید ایشون بیکار نشستن در طول این مدت در شبکه‌های مجازی، در رسانه هاشون، در تلویزیون هاشون همچنان داشتن به تبیین در واقع شیعه و گسترش شیعه و رو بذاریم کنار. در اصل این آقا ببینیم چی میگن، هم دیگه گوش بدیم. پس از بعد شما هر تصمیم خاصی دخترتون رو عقد کنید، باید دوستش بیاد اجازه ازدواج رو بده و صادر کنه به پدر مادرش، ربطی نداره. یکی دیگه از دلایل ما برای اثبات عقیدمون در مسئله قدیر میدونید چیه؟ پیغمبر الفاظ مختلفی به کار برده، خلیفه، هادی، ولی، مولا. میگن آقا همش معنای دوستیه. خیلی خوب، میخوام یک سوالی از شما تصمیم بگیریم. کلمه مولا به معنی دوستیه؟ کلمه ولی به معنی دوستیه؟ میام تو کتب فقهی اهل تسنن، تو کتاب‌های روایی اهل سنت. سوالمون اینه، تو کتاب‌های فقهی و رواییتون یک نکته اومده برای ازدواج دختر، که ازدواج دختر کی جایز است و کی عقد ثابت است و صحیح؟ جایی که ولی و مولای اون شخص و اون دختر اذن بدهد. خب اینجا یعنی دوست دیگه. پس از بعد شما هر تصمیم خاصی دخترتون رو عقد کنید، باید دوستش بیاد اجازه ازدواج رو بده و صادر کنه به پدر مادرش، ربطی نداره. اما اینجا که میاد تو کتب فقهی اهل تسنن، ای بابا، از آقای مولوی عبدالحمید در محمود الفتاوا گرفته تا دیگر کتب فقهی اهل تسنن، تسهیل الهدایه و که ازدواج به اذن ولی. ولی کیه؟ به اذن مولا. مولا کیه؟ مولا و ولی اینجا صاحب اختیار، سرپرست، پدر یا جد اون دختره. اینجا که رسید چرا شد صاحب اختیار؟ چرا شد سرپرست؟ چرا اینجا شد ولی اون شخص؟ اینجا دیگه نمیگه دوست. این تناقضات و تعارضاتتون رو چه پاسخی براش دارید؟ هم دیگه گوش بدیم. خب همونطور که خودتون دیدید این ویدیو رو، این بنده خدا داشت جلز و ولز میکرد در این هیام جنگ، به جای اینکه بیاد بین مردم اخوت ایجاد کنه، داشت حرف. بنده خدا سواد نداره متاسفانه، نمیدونم چی بگم، دلم میسوزه. من خیلی نسبت به هر کسی که بنده خداست، خدا اونو لایق دونسته که بندش باشه، من بهش احترام قائلم. اما این که بیاد در این اوضاع این حرفا رو بخواد بزنه و علمش هم نداره، متاسفانه دلم میسوزه به حال خودش که داره خودشو در بین عوام مسخره خاص و عام میکنه. متاسفانه تو خودت وقتی نمیدونی علمای خودت چی گفتن برای تعیین امامت، چرا می حرف میزنی؟ ببینیم با هم دیگه چی گفتن علمای اینا در مورد امامت. برای اینکه یک نفر بخواد امام باشه و ما از نصوص برای امامت بخوایم دلیل بیاریم، باید به چه نحوی دلیل بیاریم؟ در کتاب تفسیر در واقع کاشف میگه که جلد اول صفحه 197 میگه و بمعنی الوسی، میگه والایمان بمعنی النبی الى نس من الله بواسطه روح الامین و بمعنی الوسی لا بد فيه من النس من الله سبحانه على لسان نبي الكريم والشرط هذا النس أن يكون بالاسم والشخص لا بصفات وصيغة العموم فقط. خب متوجه شدید؟ میگه برای اینکه شما بخواید یک امام رو بشناسید، باید اون امام رو به اسم در نصوص پیامبر معرفی کرده باشه یا خدا معرفی کرده باشه، نه اینکه به صفاتش و به صیغه عموم. البته در یک کتاب‌های دیگه میگه که آقا باید برای اینکه امامت رو در واقع تبیین کنه، اینجا داره یه جوری میگه آقا باید صفت باید نص جلی باشه، نه نص خفی. در عبارت دیگه این میاد و ما الان ببینیم این من کنتم مولا فحید علی مولا، آیا این نص جلیه یا نص خفی؟ که این بنده خدا داره خودشو میزنه به در و دیوار، میگه آقا اهل سنت کلا اینو به معنی دوست میگیرن. آقا چرا از خودت حرف میبافی؟ کجا اهل سنت گفته که ولی یا در واقع مولا به معنای فقط دوسته؟ کجا اینو گفته؟ ها؟ خب ما میگیم این ولی یا مولا مشترک لفظیه،
یعنی به چندین معنی در واقع چندین معنی داره. این یک معنی نداره که علمای خودتون هم همینو گفتن، فقط ما نگفتیم که علمای خودتون هم قائل بر همین هستن که این مشترک لفظیه. ببینیم این من کنت مولا فحد علی مولا از نظر خود علمای شیعه اهل سنت رو بذاریم کنار کلا، از خود نظر علمای این بنده خدا ببینیم چی گفتن. با هم دیگه توجه کنید. در کتاب شرح مصطلحات کلامیه صفحه 367 یکم ازم دور شد، اسمش رو اشتباه خونده باشم، میگه که نص الخفي هو الذي ليس في صريحة اللفظ صلى الله عليه وآله النص بالإمام وإنما ذلك فحوى ومعناه كخبر القدير وخبر تبوك. آدرس داده گفته رسائل شریف مرتضی جلد 1 صفحه 339 اگر اشتباه نکنم، چون برام زیاد مشخص نیست، یکم با هم فاصله داره مانیتور. خب اینجا پس چی شد؟ گفت این نص خفی هستش و نص جلی نیست. من کنت مولا فهمیدی مولا، این مولا اینجا به خاطر مولا کلا میگه آقا این نص خفیه، نص جلی نیست و نمیتونی برای امامت دلیل بری. چرا الکی میای میگی آقا اهل سنت، میای به دخترای اهل سنت میخوای بچسبونی، میگی آقا شما اگه میخواید دخترتون رو الان مثلا فلان بدید، شوهر بدید، باید برید از مولاش اجازه بگیرید. پس شما که میگید مولا معنیش دوسته، چرا باید پس برید از دوست دخترتون اجازه بگیره، اون کسی که میخواد دخترتون رو بگیره؟ آقا بی انصاف. این چه آخه آدم دلش میسوزه واقعا وقتی علمشو نداری، چرا حرف میزنی؟ با هم ببینیم چی داره میگه این بنده خدا. در کتاب خودش مطلبی رو نقل می‌کنه از علمای اهل تسنن. این روایت پیغمبر در بخاری رو میاره که اینجا مولا به معنی امام، سرپرست و خلیفه است و در ادامه همین روایت میگه رضا پیغمبر در قدیر خون در مورد امیرالمومنین فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. قبل شد و هزاران سوال از جانب شیعه سوالای بی پاسخ. یکی دیگه از اون سوالات ما اینه، پیغمبر در قدیر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. کلمه مولا معناش چیه؟ همش به شما گفتن آقا مولا یعنی دوست، اما وقتی تو روایات اهل تسنن رو پیدا می‌کنید در بخاری و مسلم، ببینید پیغمبر روایتی رو نقل کردن از آقا رسول خدا که پیغمبر گفت النبی اولا بالمؤمنین، آیه قرآن خود. آقا من پیغمبر اولایم بر شما مؤمنین، من پیغمبر در امور دین و دنیا، دین و آخرت نسبت به خود شما سزاوارترم. هر چی که این پیغمبر میگه، هر چی که من پیغمبر میگم، شما باید اطاعت کنید. چرا؟ آیه قرآن سوره 6 آیه 6 سوره احزاب. خب این پیغمبر در ادامه همین روایت در بخاری و مسلم میاد میگه اگر کسی از دنیا رفت بر من پیغمبر است که اگر قرض و بدهکاری داره قرض رو پرداخت کنم. چرا؟ چون من سرپرست شما هستم، امام شما هستم، رهبر شما هستم. پیغمبر برای اثبات این قضیه از چه کلمه استفاده میکنه؟ از کلمه مولا. و علمای اهل سنت ذیل این روایت مثل مفتی محمد تقی اسماعیلی و دیگران اشاره میکنن که فتوای ابو حنیفه و اهل تسنن در اینه که این مختص به امام و خلیفه و حاکم جامعه است که دین و قرض مسلمانی که دنیا میره رو اگر براسش پول ندارد پرداخت کنه. پس این مولا اینجا معنی خلیفه، امام و سرپرست جامعه است. باز نکته دیگه آقای عبدالرحمن سربازی جالبه در کتاب خودش مطلبی رو نقل می‌کنه از علمای اهل تسنن. این روایت پیغمبر در بخاری رو میاره که اینجا مولا به معنی امام، سرپرست و خلیفه است و در ادامه همین روایت میگه رضا پیغمبر در قدیر خون در مورد امیرالمومنین فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. حالا من سوالم از شما اینه چرا پیغمبر کلمه مولا رو به عنوان امام، خلیفه و سرپرست معنا میکنه و از این کلمه استفاده میکنه؟ همین رو برای امیرالمومنین که استفاده کرد. خب همونطور که خودتون دیدید این طفل معصوم داره میگه که آقا ما اهل تشیع بالاخره باید امامت یه جوری ثابت کنیم. خب اینم یکی از راهاشه دیگه، بالاخره باید ناموس اینو بیاریم وسط، ناموس اونو بیاریم وسط. البته همه اهل تشیع رو نمیگم، اهل تشیع رو چشم واجه دارم، اهل تشیع شیرازی منظور بنداست و دیگه برادرای اهل تشیعی که پیرو به رهبری هستن رو چشم واجه دارن، چون رهبری گفته جسارت مقدس در سنت حرام شرعی است و سلام نامه تمام. این بنده خدا بالاخره نونشو از همین راه در میاره دیگه، بالاخره باید یه کاری بکنه در ایامی که جنگم هست، همه چی هست، باید بیاد خودشو به در دیوار بزنه که آقا بگه من دارم کار میکنم، حقوقم فقط سر جاش باشه، همه چی سر جاش باشه، من دارم کار میکنم. ببینید و بعد در همین صفحه در ادامهش در واقع پاراگراف بعد میگه که وهو الذي أصحابنا النص الخفي مثل من كنت مولا فعلي مولا. تلخیص شافعی جلد 2 صفحه 45 میگه که در واقع اینجا یک دلیل دیگه میاره برای اینکه این نص خفیه. میگه اصحاب ما به این استدلال کردن که در واقع این نص خفیه، من کنت مولا فعل علی مولا نص خفیه، پس خودت اینقدر به در دیوار نزن. یک عبارت دیگه با هم دیگه ببینیم.
البته من اینا رو دارم میخونم برای شما در کنار نشان داده خواهد شد دوستان عزیز، یعنی شما خواهید دید این رو. خب در کتاب الشیعة فی المیزان تالیف جناب آقای محمد جواد مغنیه اگر اشتباه نکنم، در اینجا در صفحه 123 میگه و بعد میگه که و اما نص الخفی، میگه که و اما نص الخفی که قوله صلی الله علیه وسلم انت بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ومن كنت مولاه فعلي مولاه والفرق بين النص الجلي والخفي، میگه فرق بین نص خفی و جلی این همون حدیث اولی که خوندم و این دو تا حدیث بعدی که خوندمه. خب المهم اینا دلایلی که از کتابای خودتونه. شما وقتی کتابای خودتو نمیخونی فقط به خاطر اینکه بخوای بیای مردم رو یه حرفی میزنی، نتیجه میشه همین. اما دلیل بعدی در کتاب براهین قاطعه جلد 3 صفحه 274 قسم الثاني من نص الخفي كان بطريق السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي عديدة. الأول منها حديث غدير خم المتواتر، میگه نص خفی که به طریق سنت منقوله از پیامبر صلی الله علیه و سلم در واقع به ما رسیده، یکی از اونها حدیث قدیره. صراحتا اشاره میکنه، میگه حدیث قدیر یکی از اون در واقع احادیثیه که نص خفی حساب میشه و سلام نامه تمام. نص خفی هم که برای اثبات امامت اصلا نمیشه اثبات کرد. چرا هر کی داره خودت در دیوار میزنی؟ و اما محقق هلی در صفحه 309 کتاب خودشون در رساله اسمشون اینجا مشخص نیست اما براتون میذارم کتابشو اگه تونستید اسمش خودتون بخونید، چون از من فاصله داره الان نمیتونم اسمشو بخونم، بعدا براتون می‌نویسم در این کنار. در صفحه 309 میگه و اما الخفی فقوله صلی الله علیه وسلم من كنت مولا فعلی مولا وقوله علیه السلام انت منی بمنزلة هارون من موسی. میگه که آقا و اما نص خفی، میخواد توضیح بده بنده خدا صاحب کتاب، میگه که آقا اما نص خفی به چی میگن؟ نص خفی یکیش همین حدیث من کنت مولا فعاد علی مولاست، بعدیش هم انت منی بمنزلة هارون من موسی، میگه حدیث بعدی هم در واقع حدیث منزلته. این دو تا حدیث همون رسائل شریف مرتضی اینجا میگه که در صفحه 339 خودش میگه و اما نص الخفي فهو الذي ليس في صريحة لفظ النص بالإمامة وإنما ذلك فهو فحوى ومعناه كخبر القدير وخبر تبوك والذين سمعوا هذين النصين من الرسول على ضربين عالم بمراده عليه السلام وجاهل به. میگه که نص خفی یکیش همین در واقع فهو الذی، میگه آقا نص خفی به اون نصی میگن که در واقع صراحتی در لفظش وجود نداره برای امام، برای نص در نص اون صراحتی برای امامت وجود نداره، مانند خبر قدیر و خبر تبوک. اینم از این.